شروع کار همینجور که در کلیپ قبلی هم قول دادیم میخوایم بریم سراغ قضیه این که آیا در قرآن میشود با توسط خود قرآن و عبارتهای محض قرآنی به این موضوع پی برد که خداوند ولایت و سرپرستی برای بشریت قرار داد به صورت ابلاغ و وحی یا نه واگذار شده به خود انسان ها. میریم سراغ یه نرم افزار ساده. سایت پارس قرآن به صورت نرم افزاری در اختیار همه هست. کلمه اکملتو رو سرچ میکنیم که یک بار در قرآن اومده و در این جستجو سوره مائده میاد، آیه 3. این وارد خود سوره میشیم. در اینجا مشاهده میفرمایید که در ابتدای سوره در مورد حرام بودن گوشت مردار، خون، بعد خوک و اینها ترجمه رو دارید مشاهده میکنید. در مورد اینها صحبت شده. حیواناتی که حلال گوشتن اما خفه شدن یا با چوب و ضربه و اینها مردن و از بلندی افتادن یا با ضرب شاخ مردن و غیره. دیگه حالا وارد جزئیات نمیشیم. در اینجا به صورت آنی یک دفعه بافت آیه عوض میشه و انگار یه جمله معترضه وسط میاد که خیلی موضوع مهمیه، تا الان تو قرآن گفته نشده و جای دیگه ای هم دیده نشده که این کلمات و این عبارات سنگین. در اینجا گفته شده آقا امروز کسانی که کافر شدند از دین شما ناامید گشتند، پس از ایشان مترسید. اتفاق افتاده که دیگه کسی نباید از این بترسه که کسی کافری میتونه دین رو منحرف کنه. از انحراف دین مایوس شده و خداوند میفرماد که از من بترسید، به خاطر اینکه اگر شما بخواد ضربه‌ای به دین بخوره از ناحیه شماست، اگر بخواد اتفاق بیفته از ناحیه شماست و شما باید مواظب باشید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت را بر شما تمام گردانیدم. من روی این کلمه نعمت را تمام گردانیدم دارم تمرکز میکنم. اول اینکه نعمت چی هست، تمام شدنش به چه معناست. خب ما این رو نمیتونیم از خودمون بگیم. میخوام ببینیم آیا در قرآن جای این توضیح داده شده یا خیر، چون خیلی مهم است. میگه دین را کامل کردیم. خب با یه عبارتی، با یه جمله‌ای، با یه چیزی تموم شده. حالا ولایتی معرفی شده، هر چیزی. من خیلی نمیخوام اطاله کلام کنم و با کلمات بازی کنم، فایده ای نداره. این باید واگذار کنیم به خود قرآن و هدفمون هم همینه. خب دین را برایتان کامل کردم شاید خیلی ابهام نداشته باشه، ولی نعمت را بر شما تمام گردانیدم رو اینجا یک کلمه با کلیدی در نظر میگیریم. میریم سراغ سرچ کردن. میریم دوباره به قسمت جستجو، متن عربی. بله، من یکی هم برم عقب‌تر به صفحه اول نرم افزار. کلمه کذالکه که این هم یک بار در قرآن اومده. کذالکه یتم، دیگه نعمت او رو نمیذارم که میاره خودش. سوره 16 آیه 81 سوره نحل هست. این سوره بسیار عجیب غریب. از سوره مائده یه دفعه اومدیم به سوره نحل. در اینجا میبینیم یک عبارتهای عجیب غریبی اومده. میفرماید و خدا از آنچه آفریده به سود شما سایه هایی فراهم آورد. میگه از اونچه آفریده بر سر شما سایبان هایی آفریده. و جعل لکم من الجبال اکنانا، و از کوه ها برای شما پناهگاه هایی قرار داده. میگه تا اینجا شد سایبان، پناهگاه
و جعل لکم سرابیل، و برای شما تنپوشه هایی قرار داده. همه از یک نوع داره میگه، سایه از نور داره حفاظت میکنه. کوه ها و غارهایی که انسان به اون پناه میبرده، از سختی های آب و هوا و اینها انسان حفاظت میکنه. و لباس خب ما رو باز دوباره از خشونت های آب و هوایی و دمایی داره محافظت میکنه. و باز مثال میزند در قرآن که سرابیل تقیکم بأسکم، و دوباره تنبوش های مثل زره، دو نوع، حالا یه لباس معمولی، لباس زره که باید در جنگ، اون هم شما رو حفظ میکنه. همه صحبت شده از حفظ کردن شما در مقابل یه سری سختی ها و گرفتاری ها و گزنده ها. اینجا یک کلمه کلیدی داریم، کذالک، این چنین، یتم نعمته علیکم. در آیه 3 سوره مائده خداوند میفرماید اتممت علیکم نعمتی، میگه نعمتم رو بر شما تمام کردم. ما گیجیم، نمیدونیم این اتمام نعمت چه کیفیتی داره، چی هست. اینجا توضیحش داده شد. امروز با استفاده از این نرم افزارها، با استفاده از این نوع امکاناتی که در اختیارمون هست، خیلی راحت میتونیم اشراف پیدا کنیم به ادبیات قرآن. پس ما در روز اتمام نعمت و در روز کامل شدن دین و در روز این که خداوند اسلام رو برای ما قبول کرده و انتخاب کرده و کاملش کرده، در اون روز ما یک اتفاقی داشتیم که یک سایبانی، یک بالاسری، یک وجودی دیگه اینجا نمیشه لباس به تنمون کردن که نه، یک وجودی میاد به عنوان یک سپر حفاظتی بالا سر ما قرار میگیره. اون وجود چی هست؟ چه چیزی قرار گرفت بالا سر ما؟ خب اینجا باز کلام معصومین هم هست، میفرمایند نعمت ما هستیم و این اتمام نعمت یعنی سرپرست. این با توجه به این معانی قرار میگیره این که اتمام نعمت یعنی هم سرپرستی و ولایت معصومین، اون 12 نفر یا 14 نفری که معرفی شدن و مد نظر همه هستن و همه قبول دارن یه تعداد انسانهایی رو به صورت ویژه پیامبر به ما معرفی کرده. اینها بالا سر ما به شکل حفاظ و حافظ قرار گرفتن و اون روز مهم این اتفاق افتاده و معرفی شده. یعنی معرفی حضرت علی به عنوان یک سرپرست، یک حافظ و یک کسی که ما رو حفظ میکنه از اتفاقات بدی که فضای ماورایی که ما هیچ قدرتی نسبت به اون نداریم و هیچ دیدی نسبت به اون نداریم و اون بعدهای پیچیده‌ای که بالا سر ما هستن. این رو کامل میشه از این آیه دید که یتم نعمته یعنی یک حفاظ. خب پس حفاظ قرار داده شده. حالا از شما خواهش دارم که ادامه این آیات رو بیاید با هم دنبال کنیم. در ادامه آیا موضوعات مربوطن یا خیر؟ البته آخر آیه هم علیکم یتم نعمته و علیکم لعلکم تسلمون، شاید که شما امید باشد که شما گردن نهید به پروردگار. میبینیم که ولایت در راستای اینه که ما بتونیم تسلیم خدا بشیم. یعنی خداوند یک حفاظی بر ما قرار میده و ما رو حفظ میکنه از بلایا و مصیبت‌ها که ما در آرامش، همینجور که یک سایبان، یک پناهگاه اینجوری هست، در آرامش ما تمرکز داشته باشیم که به بندگی و عبودیت خدا فکر کنی، برسی و بتونی اون مسیر رو در اون مسیر حرکت کنی. این نقش ولایت هست که ما رو از گزندها حفظ میکنه برای یک هدف متعالی. حالا دقت کنید،
خداوند در این سوره، مثل اینکه سوره ها یه ترتیب های جدیدی داره که ما نمیفهمیم، انشالله در آینده این ترتیب ها معرفی میشه، ولی اینجا میبینیم که ادامه سوره مائده انگار اینجاست. انگار اون سوره باید با این سوره یک اتفاقاتی بینشون بیفته که فعلا صلاح نیست. فان تولوا، اگر روی برگرداندند، فانما علیک البلاغ المبین، میگه اگر اینا رو برگردوندن از این معرفی، بر پیامبر فقط ابلاغ. یعرفون نعمت الله، خیلی جالبه، میگه میشناسن نعمت خدا رو ولی انکارش میکنن. و اکثرهم کافر، و کسانی که این نعمت خدا رو، یعنی نعمت الله که اسم خاص هم هست در عرب، میتونه در زبان عرب میتواند نعمت الله یک اسم باشد، و ما در کلام معصوم داریم که میفرمایند نعمت الله ماییم. پس نعمت الله دقیقاً مصداق بر یک شخص میتونه باشه. اینها نعمت الله رو میشناسن، یعنی یکی از اسمای زیادی که حضرت علی و لقبهای زیادی که داره، میشه این رو گفت که نعمت الله لقب ایشونه، و به تبع اون بقیه کسایی که سرپرست بشر میشن از اول تا آخر، همه میتونه این نعمت الله برشون بار بشه و قرار بگیره. میگه میشناسن، این میشناسن در مورد شخص بکار میره، یعرفون، میشناسن اما انکارش میکنن. خب این اتفاق افتاد. این قرآن همه رو داره خبر میده که آقا اینها میشناسن، قدیر خم رو دیدن و شناخت پیدا کردن نسبت به معرفی، ولی انکارش کردن. و اکثرهم کافرون، و اکثر اینها کافر. این که پیامبر اسلام در زمان وفات خودش اکثر جزیره العرب، یعنی عربستان رو به دین اسلام هم دعوت کرده بود و اونها پذیرفته بودن و مسلمان شده بودن، ولی اون گفتن اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله کافی نبوده. قرآن اینجوری داره میگه که اکثر اینها کافرن. پس این که بعد از رسول الله اگر ولایت رو قبول نکنید شما، حکم کفر داری. یعنی اینها ملزوم همن لا اله الا الله محمد رسول الله و علی ولی الله، ضمیمه هم هستن، از هم قابل تفکیک نیست. بعد در ادامه میفرماید که آقا روزی که من و یوم نبعث من کل امت شهیدا، و میگه من برای هر امتی یک شهید و یک شاهدی رو خداوند متعال میفرماید که مبعوث میکنم در روز قیامت، و به کافران اجازه صحبت هم نمیدم و آنها مورد بخشش هم قرار نمیگیرن. یعنی حضرت محمد تشریف میارن روز قیامت و شهادت میدن که من ابلاغ کردم، و اونها شناختن و انکار کردن طبق همین آیه. و کسانی که ظلم کردن به این قضیه، یعنی یک معرفی اتفاق افتاد و اینها اومدن با عوض کردن عبارتها و با مغلطه کردن در این کار ظلم کردن به کل بشریت، و اون نماینده‌ای که از جانب خدا بود رو، معرفی از جانب خدا شده بود رو کنار گذاشتن و با اسامی دیگه مخلوط کردن، مردم رو گمراه کردن. عذاب رو که میبینن میفهمن که دیگه این عذاب تخفیفی نداره و اینها مهلت داده نمیشن. این به خاطر مثلا اینکه بعضیا میان انقدر ساده این آیات رو نگاه میکنن، این که شما بیان نعمت الله رو بر قضا و بر همسر و بر فرزند و اینها ترجمه کنی، بگیم مثلا کسی که قضا رو کفران نعمت کرده و در روز قیامت، مثلا این بیشتر خنده‌دار به نظر میرسه که شما بخواید اینقدر ساده به مطلب نگاه کنید. و اذا رأى الذین اشرکوا شرکاءهم، و میگه کسایی که شریک قائل شدن، یعنی در قضیه ولایت و در قضیه نعمت الله، به جای اینکه بگن نعمت واقعی همونی که خدا معرفی کرده، یه نفر دیگر رو سرپرست قرار دادن، یه شریک دیگه رو برای خدا قرار دادن. اینجا معنیش این همه قرآن تأکید میکنه که شریک برای من قرار ندید، یعنی در ولایت من هم کسی رو
از طرف خودتون معرفی نکنید. خداوند اجازه نمیده به کسی که شریکی رو و ولی رو مردم معرفی کنن. همچین خط قرمز خداونده. خداوند خودش تعیین کننده و امر ولایت و سرپرستی رو به هیچ کس واگذار نکرد. و در آن روز مقاسمه میکنن، با هم صحبت میکنن. جای جای قرآن این صحبت ها هست که بینشون اختلافه و هم توهین میکنن. کسایی که شرک ورزیدن، کسایی که مورد شرک قرار گرفتن و میگه قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، میگه ما به غیر از اونایی که از سمت شما باشه ما اینها رو صدا زدیم و اینها رو اجابت کردیم. بعد با اونها هم انکار میکنن، بین اینها انکار از اینها، اصرار از اونها انکاره. این مخاصمه وجود داره. و القوا الی الله و آن روز در برابر خدا از در تسلیم آخر تسلیم میشن و آنچه که بر میبافتند بر باد میرود. و تمام اون که میگفتن آقا فلانی اصلح تره، فلانی بهتره، اینه که پیامبر گفته به صلاح نیست و اینها، اونها همه به باد میره. اون استدلال ها و اون حرف ها همه پوچ میشه. میگه الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، میگه کسایی که کافر شدن و جلوی این که سبیل الله، دوباره نعمت الله سبیل الله هم میشود یکی از اسامی دیگر سرپرست و ولی، راه خدا. میگه اینهایی که سد کردند راه خدا رو، یعنی راه که ولایت الهی رو سد کردن، کافر شدن. این کفرو مثلا اون کفروی که به نعمت الله از بالاست. یعنی 2-3 آیه اومدیم پایین. کفرو یعنی همونایی که به نعمت خدا کافر شدن، اینها جلوی راه خدا رو هم گرفتن. همین دیگه سبیل الله و نعمت الله یه چیزه. زدناهم عذابا فوق عذاب بما کانوا یفسدون. میگه اینا عذابشون خیلی سنگینه. اینها دیگه به خاطر خودتون میفهمید، به خاطر اینکه شما نون و برنج رو بردارید بریزید دور نیست. اینها خنده‌داره و استدلال‌های بچگانه است. و یوم نبعث فی کل امة شهیدا، باز دوباره تأکید میکنه خداوند، میفرماید شهید و شاهدی بر اینها حتما مبعوث میکنیم. و به وجود مقدس پیامبر میفرماید که شما هم شاهد خواهی بود بر اینها. و ما کتابی هم فرستادیم که همه چیز رو توضیح خواهد داد. و الان داریم میبینیم یکی از چیزهایی که کشف شده این که قرآن خودش هم کامل توضیح داده شده. قرآن هم اون روز شاهده که ما کامل در خودمون هم این رو توضیح دادیم که آقا نعمت خدا معرفی شده و نعمت خدا قابل تغییر نیست و کسی نمیتونه جایگزین و شریکی برای خدا قائل بشه. و خداوند نعمتش رو به مردم معرفی کرده، شهادت خواهند داد وجود پیامبر و وجود قرآن. بعد میفرماید ان الله یأمر بالعدل، میگه خدا شما رو به عدل امر میفرماید، احسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی. خداوند اینجا شما رو به اعتدال، به انصاف، به احسان دعوت میکنه. کسایی که شنیدن، کسایی که معرفی شد نعمت خدا بر اونها، خداوند اینجا امر میکنه که از اعتدال خارج نشید. ببینید حق چی بوده و سراغ همون. بریم صفحه بعد. اوفو به عهد الله. اینجا خداوند بعد از این که خوبی ها رو به این تأکید میکنه که انسان باید بر مدار خوبی ها باشه، عهد الله هم میتونه مثل سبیل الله و نعمت الله همین اسم خاص قرار بگیره. وفا کنید به عهد الله، یعنی به نعمت الله وفا کنید، به سبیل الله وفا کنید. این عهد و پیمان سنگینی که در غدیر بسته شده به شما رو وفا کنید. زمانی که عهد بستید، با پیامبر و شاهد بودید و عهدتون رو نشکنید. بعد از این که قویاً اونجا توکید ها، یعنی قوی عهد بستید، شما بیعت کردید، زن و مرد بیعت کردن، نشکنید.
و خدا رو برای خود ضامن قرار دادید. اون روز خدا ضامن اون عهد بوده. خیلی قضیه سنگین بوده، فراموش نکنید. باز همینجا تأکید میکنه که فراموش نکنید. دوباره طعنه میزنه به اینها، به این امت جاهل عرب، که شما چون اینها شاهد بر تمام بشریت بودن، در روز قیامت اینها سرشکسته خواهند شد، چون این معرفی و این میثاق با اینها بسته شد و اینها کوتاهی کردند و بشریت از وجود نعمت و ولایت محروم شد به خاطر سهلنگاری اینها، به خاطر عهد شکنی اینها. و اینها امت بسیار بگیم خسران مبین در مورد اینهاست، بسیار زیان دهند در روز قیامت به خاطر این عهد شکنیشون. حالا اینجا طعنه میزنه قرآن، میگه مانند اون زنایی نباشید که وقتی رشته با اون دستگاهی که پشما رو رشته میکنن و نخ درست میکنن، میگه اونها رو میپیچه دوباره باز میکنه. مثل این نباشید که شما بعد از اینکه رشته ها رو محکم کردید و نخ محکمی درست کردید، دوباره برعکس بچرخونید اون دستگاهتون رو، اون نختون دوباره باز بشه. و باز تأکید میکنه، میگه میفرمایند که این سوگندهایی که خوردید رو برای خودتون سوگندهای خود را میان خویش وسیله فریب و تقلب نسازید که گروهی از گروه دیگر فزونترند. جز این نیست که خدا شما را بدین وسیله می آزماید. دوباره میفرماید که آقا اونجا باز دروغ نگید، سوگند دروغ نخورید، بگید آقا ما نشنیدیم، ما نبودیم. دروغ نگید. و خدا شما رو آزمایش میکنه از این طریق. و حتما در روز قیامت در این اختلافی که سر این قضیه شما به وجود خواهید آورد، شما رو آگاه میکنن، چون اختلاف شدیدی پیش اومد. یه عده گفتن پیامبر برای این معرفی کرد، یه عده گفتن برای علم معرفی کرد، معرفی کرد، و از این حرفای متفاوت یه اختلاف شدیدی، گروه های مختلفی درست شد. و این اختلاف قرآن داره اشاره میکنه که در روز قیامت حتما رسیدگی خواهد شد، چون اختلاف ضربه شدیدی به بشریت زد. و در اقوام دیگه هم هست، انشالله باز در کلیپ های بعدی، در آیات دیگه، که باز همین روال وجود داره و قرآن کامل داره این قضیه رو توضیح میده. انشالله اون رو هم دنبال میکنه. و اینجا میفرماید، میگه اگر خدا میخواست شما رو امت واحد قرار میداد و این قضیه ولایت رو انقدر محکم میبست که کسی نمیتونست انکار کنه، ولی برای اینکه آزمایش کنه بشریت رو، راههای در رو گذاشت و بشریت رفوزه شد متاسفانه تا امروز. حالا شاید در آینده دوباره جمع جور کنن این خسران مبین رو، نمیدونم. ولکن یضل من یشاء و یهدی من یشاء. و خدا اون حساب کتاب خودش رو داره و از طریق این آزمایش ها اهداف خودش رو دنبال میکنه. خداوند متعال از ما دستور نمیکنه. میگه و سوگندهای خود را دستاویز تقلب میان خود قرار ندهید. بالا هم گفت، اینجا ما دوباره تاکید میکنه که سوگند نخورید من نشنیدم، به خدا قسم من ندیدم، من نشنیدم. این سوگند سنگین، مردم باور میکنن شاید واقعا قضیه‌ای نبوده و این سوگند بعداً براتون سنگین تمام میشه. بعد باز دوباره تاکید میکنه و به خاطر این که شما با این سوگندتون از سبیل الله، دوباره با تاکید میکنه، نعمت الله، سبیل الله، عهد الله رو شما انسداد ایجاد کردید، مردم از راه اون برگردوندید با یک قسم خودتون. میگه سوء العذاب، یک عذاب بسیار بد و سنگین رو حتما میچشید.
به خاطر یک قسم شما میلیاردها، باید بگیم میلیاردها انسان محروم شدن و این خیلی بار سنگین شد. الا تشتروا به عهد الله، میگه علی نعمت الله سبیل الله رو خرید و فروش نکنید با یک ارزش پایینی. ولی خدا رو با یک بهای اندکی نفروشید، زیرا آنچه خداست که بدانید همان برای شما بهتر است. اون که خدا به شما معرفی کرده از تمام اون ثروت‌ها، یه نگاه ولی خدا به شما از همه اون ثروت‌ها بیشتر ارزش داره. ما عندکم ینفد، تمام مال و ثروت شما از بین خواهد رفت و نابود میشه و اون چه نزد خداست باقی است و اون ولایتی که خدا بر روی شما قرار داده شما رو به سرمنزل مقصود خواهد رسوند. ولنجزین الذین صبروا، و کسانی که در این راه سختی میکشن، ما میدونیم کسانی که پای ولایت وایسادن واقعا سختی کشیدن و اینها اجرشون به احسن ما کانوا یعملون، بهتر از اون چیزی که انجام دادن بهشون میدیم، چون خیلی کار بزرگی انجام دادن پای ولایت وایسادن و میدونیم چه کسانی هستن و تعدادشون هم کم بودن. و میگه کسی که کار صالحی انجام بده، چه مذکر چه مؤنث، و مؤمن باشه، اون رو با حیات طیبه‌ای دوباره احیا میکنیم و اجر و پاداشش رو بیشتر از اون چیز که انجام داده ما حتما افاده خواهیم کرد. فاذا قرأت قرآنه، و میگه زمانی که قرآن قرائت میشه، آیات سنگینی، آیات مهمیه، خداوند میفرماید به من پناه ببرید، چون شیطان میخواد چیکار کنه؟ شما رو گمراه کنه، شک ایجاد کنه در قلب شما. آیات بسیار سنگین و بسیار ویژه است. اینجا خداوند متعال هشدار میده که حتما اگر شکی در دلتون افتاد به من پناه ببرید تا حقیقت این آیات رو بفهم. دوباره خداوند آرامش میده به قلب ما و میفرماید که سلطان و تسلطی از شیطان بر شما نیست، بر کسایی که ایمان آوردن نیست و به خدا توکل میکنن. اینها شیطان نمیتونه برشون مسلط بشه. سلطان و تسلط شیطان بر کسایی که اون رو به ولی خودشون، یعنی آیات من برای کسایی که شیطان رو دوست دارن و در راه شیطان حرکت میکنن، حتی با این وضوح بخونم مطمئن باشی شیطان یک جوری اونها رو منصرف میکنه از این آیات، و چون اونها ولایت شیطان رو قبول کردن و در مسیر شیطان حرکت میکنن و شیطان بر مسیرهای قلب اونها و راههای ذهن اونها خیلی مسلطه و راحت میتونه اونها رو به مسیر خودش برگرد. و اذا بدلنا آیة مکان آیه والله اعلم، و چون حکم را به جای حکم دیگر بیاوریم و خدا با آنچه به تدریج نازل میکند دانا دارد. اینجا خداوند باز تأکید میکنه که ما اگر پیامبر رو میبریم و علی رو میاریم، نشانه ای رو میبریم، نشانه ای رو جایگزینش میکنیم و اینها باز میگن که آقا تو دروغ میگی. اینها آیت همون نعمت الله و سبیل الله هست که ممکنه یکی از اونها بره و یکی دیگه جایگزین بشه. باز بشر در این جایگزینی هم ما دیدیم خیلی جاها در قضیه حتی امامت، هر امامی که رفت یک شاخه جدیدی از امامت و یک فرقه و مذهب جدیدی درست شد. اینها در جایگزینی هم میان انقلت میارن و کلی ایراد میگیرن که آقا چرا رفت. این سنت خداست، یک آیه رو میبره، نشانه رو میبره و یک نشانه رو میاره و شما با تسلیم باشید. هر نشانه یک زمانی داره، زمانبندی داره که تمام شد خواهد رفت. و خداوند به پیامبر دستور میده که بگو اینها رو روح القدس از طرف پروردگار به من ابلاغ فرموده و برای این که تثبیت کنم کسایی که ایمان آوردن و هدایت و بشارتی برای مسلمین. این قضیه یه معرفی نعمت الله، سبیل الله، عهد الله و آیت الله که میشه گفت همین آیت الله هست
این قضیه سنگینی برای بشارت و هدایت بشر. بعد در ادامه می‌فرماید که لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. حالا این آیه بماند، شاید یه روزی وقت بشه در مورد این توضیح بدم که چرا این آیه اومده، ولی الان شاید وقتش نباشه. ان الذین لا یؤمنون بآیات الله، میگه کسایی که به نشانه های خدا ایمان نمیارن، خدا اونها رو هدایت نمیکنه. ولی الله رو، سبیل الله، نعمت الله رو قبول ندارن، آیت الله رو قبول ندارن و ایمان نمیارن بهش، خدا هم هدایتی برشون قرار نمیده. اینجا شما به خدا دهنکجی میکنی و خدا هم شما رو رها خواهد کرد. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله، تنها کسانی دروغ پردازی میکنن که با آیات خدا ایمان ندارن و اینها سراغ دروغ پردازی میرن که آقا اینو معرفی نشده، این منظور این بوده و از این حرف ها میخوان انکار کنن. بعد در اینجا باز قوانین رو در مورد کسایی که کافرن یا ایمان دارن توضیح میده که اون تکلیف ها روشن بشه. میگه هر کس پس از ایمان آوردن خود به خدا، یعنی ایمان آوردن به سبیل الله، آیت الله، نعمت الله، کفر ورزد، مگر آن کس که قلبش به اکراه، ما دیدیم که خیلی ها به اکراه مجبور شدن که کتمان کنن ولایته، در قلبشون مطمئن بودن ولی به خاطر حکومت ها و به خاطر جور و ستم انسان ها مجبور شدن اینها رو انکار کنن، چون اکراه و جبر بود اما قلبشون مطمئن بود. اینجا خداوند متعال می‌فرماید نگران نباشن. اونا کسایی نگران باشن که قلباً واقعا کافر شدن، وگرنه بقیه که به ظاهر ممکنه تقیه کنن اینها نگران نباشن. میگه اونهایی که کافرم شدن به خاطر اینکه دنیا رو دوست داشتن، بساط دنیا براشون خیلی بزرگ و خیلی وسیع بود، گول خوردن. و ما دیدیم که کسایی که با هم لابی کردن و گروه شدن و گفتن آقا تو بیا حاکم شو، تو بیا ولی باش که به یک نون و نوایی برسن و به سری امکاناتی برسن، اینها به خاطر حب دنیا بود که اومدن دور یک نفر جمع شدن، چون اون بهشون قول میداد که آقا اگر حمایت هم کنید حمایت خواهید شد. اما ولی الله و نعمت الله اینجوری نیست، با کسی هیچ رابطه ای نداره و هیچ دیگه. دیدیم بعد از اینکه حضرت علی به ولایت خود به یک خلافت محدودی رسید، به خاطر همین که از قانون خدا لحظه ای تخطی نکرد، کلی گرفتاری و مصیبت رو تحمل کرد و مردم خواص اصلا تحمل این نوع رفتارها رو نداشت. میگه کس اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، میگه کسایی که اینگونه کافر میشن به آیات ما، میگه ما بر قلبهای اونها، گوشهای اونها و دیدگان اونها مهر میزنیم و اونها دیگه نمیتونن راه خیر رو برن. به خاطر یک انحراف راه خیر از اونها بسته میشه و این در روز قیامت هم لاجرم انهم فی الاخرة هم الخاسرون، میگه اینها جز زیانکارانند، مثل که خاسرون بدترین درجه استی. بعد در اینجا باز میفرماید ثم ان ربک للذین هاجروا و من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا. خیلی ها در قضیه ولایت، اگر تاریخ رو مطالعه کنید، ولایت حضرت علی هجرت کردن، آواره شدن، جهاد کردن، صبر و تقیه و عزلت اختیار کردن. خیلی اتفاق افتاد برای بعضیا. خداوند اینجا در این آیات اینها رو بشارت میده که قضیه نعمت الله و سبیل الله بسیار مهمه برای من و شما اجرتون محفوظ. میفرمایند که روزی که
هر کس می آید و از خود دفاع می کند و هر کس با آنچه کرده بی کم و کاست پاداش می یابد و بر آن ستم. اون روزی که میایید و از قلب هاتون صحبت میکنید ما هستیم. اینجا باز دوباره خداوند این مثال میزنه از کسایی که نعمت خدا رو انکار کردن. در گذشته این بوده از آدم تا خاتم و در ادامه اون قضیه نعمت الله و آزمایش بشر وجود داشت. خداوند مثال میزنه قریه رو که نعمت خدا بر اونها ارائه شد، یعنی ولایت و سرپرستی، و اونها با این که البته اینجا یه نوع دوگانگی وجود، یک نوع به قولی ظرافت وجود داره. ما فکر میکنیم این نعمت الله باز میشه همین رزق و روزی اینها دیگه. اگه فکر کنم از آیات بالا تا اینجا فهمیده باشید که این نمیتونه درست باشه. به هیچ عنوان رزق و روزی و غذا و اینها بخشی از نعمت ها هستن، نعمت های پایینن. نعمت سطح بالا و درجه یک که خداوند بسیار نسبت به اون حساس است، عذاب، بهشت، جهنم بر اساس اون چیده شده. هم که شما تحت ولایت نماینده خدا هستی، چه پیامبر چه وصی پیامبر یا نیستی، این خیلی مهمه. اگر نبودی بقیه کارات هم همه خرابه. به هر جهت اینجا روستایی رو، قریه ای رو خداوند مثال میزنه که اینها روزیشون میومد ولی کافر شدن به انعام الله. میگه ما ولی و سرپرستایی که فرستادیم به اینا معرفی کردیم رو کفران کردن، نپذیرفتن، کسی دیگه جاش گذاشتن. میگه اونها رو چکار کردیم؟ لباس گرسنگی و خوف و وحشت، با گشنگی و خوف و وحشت اینها رو چکار کردیم؟ کشاندیم بهشون کفر نعمتشون. ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه. میگه اون فرستادمون رو که فرستادیم تکذیب کردن. نگاه کنید اینجا این آیه داره میگه که اون انعام الله که تکذیبش کردن و کافر شدن بهش همین رسول ما بوده، قضا نبوده. به قضا کفر نورزیدن، به رسول. اینجا آیات برای آزمایش ما، برای آدم‌های ساده انگار میاد رزق و روزی رو در کنار انعام الله میاره که شما راحت فهم کنید نعمت خودمون فقط محتویاتیه که تو شکمتون میریزید پر میکنید، اونا نیست. این دیگه آزمایش ما. آیات یه مقدار در لفافه قرار داده شده تا روز خودش آشکار بشه. خداوند خیلی مستقیم نعمت الله رو معرفی نکرده و با همین کنار رزق و روزی بعضی جاها آورده که ما با تفکر فقط میشه فهمید منظور رو. و اینکه خداوند تدبر و تفکر در قرآن رو خیلی تاکید میکنه بخاطر اینه. برای تفکیک این قضایا باید تفکر کرد وگرنه نمیشه. و امروز هم مثل روز دیگه واضح شده با این نرم افزارها که نعمت الله نمیتواند منظور قضا باشه. فاخذهم العذاب. میگه ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه فاخذهم العذاب و هم ظالمون. میگه این تکذیبش کردن و عذاب اونها رو گرفت و اونها جز ظالمین بودن. میفرماید از روزی خدا بخورید، حلال و طیب رو مصرف کنید، وشکروا نعمت الله. و اینکه ولایت و سرپرستی خدا بر شما قرار داده، سبیلی به سمت خودش رو به عنوان یک هادی و یک راهنما که شما رو در سبیل خدا به سمت خدا هدایت میکنه رو شکر کنید. خدا در مورد نعمت ولایت میفرماید که شکر کنید، گرچه حالا روزی های مادی هم مهمه. اینجا یک آیه هست که در اون کنایه وجود داره. جای دیگه ای از قرآن هم اومده که آقا بر شما مردار، خون، گوشت خوک اینها حرامه. چرا قرآن بیاد یا چند بار این رو تاکید کنه؟ با اینکه ما خیلی از آیاتی داریم که به نظر واجب می اومده، قرآن به صورت واضح نگفته. مثلا ما که
نماز صبح 2 رکعته در قرآن وجود نداره. چرا این چند بار اومده؟ این معنای دیگری داره. معناش هم این که آقا ما بر شما ولایت مردار، ولایت خون ریز، ولایت خوک صفت رو حرام کردیم، مگر این که شما در یک اضطراری قرار بگیرید، در یک حکومت جوری قرار بگیرید، بر شما حرجی نیست و شما میتونید در یک ولایت غیر خدا زندگی کنید، مؤمن باشید، نگران نباشید، به ولایت ما اعتقاد پیدا کنید و اعتقاد داشته باشید، صبر کنید تا ما به موقع به داد شما برسیم. و این معنی این رو میده، چون 2-3 بار در قرآن اومده میفرمایند که گوشت مردار و خوک و خون و اینها بر شما حرام است، حرام است. این معنی دیگری داره که لا این همه نعمت الله، ولایت الله، سبیل الله رو توضیح میده. یه دفعه این میاد در سوره مائده همین اتفاق افتاده. بعد اینجا باز تأکید میکنه، میگه نگید این حرام و اون حلاله، یعنی جایگزین قرار ندید نعمت الله. اگر علی نعمت الله معرفی شده نگید فلان کس، ما فکر میکنیم فلان کس بهتره و این میشه کذب و دروغ بستن بر خدا. و میگه کسایی که میفرماید در پایان آیه میگه ان الذين یفترون علی الله الکذب لا یفلحون، میگه اینها رستگار نمیشن، چون اومدن جایگزین قرار دادن حرف خدا رو، گذاشتن کنار و حرف دیگری رو بجاش آورد. و علی الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، میگه بر کسایی که یهودی شدند نیز ما قبلا حرام اعلام کردیم اون چیزی رو که بر تو گزارش کردیم و اونها هم ظلم کردن. ما گفتیم فلانی باشه فلانی نباشه، اونها باز برعکس کار کردن و کار خودشونو کردن. اونها هم ظلم کردن و نتیجهشو خواهند دید. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله، باز خداوند در مورد کسایی که به جهالت میان، مثلا میبینن آقا جمع و گروه رفتن سراغ فلان کس، گفتن آقا این نعمت الله، ولایت الله ایشونه، چون جو جامعه هزاران نفر رفتن سراغ این، هم از روی جهالت و نفهمی دنبال همون رفته. اینجا میفرماید که اگر عمل سوءش به جهالت باشه ولی بعداً بفهمه، توبه کنه و اصلاح کنه، خداوند غفور و رحیمه، خداوند میامرزه و میبخشد. اینجا هم باز دوباره از حضرت ابراهیم صحبت میکند، میفرماید که ابراهیم هم مطیع خدا بود و نسبت به نعمتهای خدایی که معرفی شده بود شاکرا لانعمه. خداوند ولایت علی، ولایت اوصیاء الهی رو که ولایت حضرت علی از همه مهمتره، از اول تا خاتم به قول خود ایشون میفرماید که من از آدم تا خاتم بودم، پیامبران رو حمایت کردم و با پیامبران زندگی کردم، بودم باهاشون. اینجا هم داستان حضرت ابراهیم میاد که شاکرا لانعمه، شکر میکرده خدا رو به خاطر این ولایت. میگه ما اون رو انقدر اون سر به ولایت سپرده بود که ما اون رو پذیرفتیم و انتخابش کردیم و هداه الی صراط مستقیم، و اون رو به سمت صراط مستقیم. باز انشالله در کلیپ های بعدی هم ما صراط مستقیم رو معرفی میکنیم، شاید خودتونم حد زده باشید. ما حتی در حدیثی داریم که میفرمایند علیو صراط مستقیم، صراط مستقیم خود وجود مبارک حضرت علی. آتیناه فی الدنیا حسنه و انه فی الاخرة لمن. و حضرت ابراهیم مقام بالایی داره، هممون میدونیم، به خاطر این ولایت مداریش بوده. قرآن اینجا علنا داره میگه، میفرماید که انعمه، نعمتهای خدا رو شکرگزار بود. و خب ما به تو هم، منظور وجود مقدس پیامبره، که وحی کردیم که
اون روش ابراهیم رو ادامه بده و از کسانی نباش که نسبت به ولایت خداوند متاسفانه وظیفه‌شون رو درست انجام ندن. دوباره خداوند از قوم یهود صحبت می‌کند که ما به اختلافی که اونها باز در همین قضیه ولایت اونها یه اختلافی داشتن، در مسیحیت هم بوده، در یهودیت هم بوده، در بیشتر قوم ها بوده، ما به اون اختلاف رسیدگی خواهیم کرد روز قیامت. دوباره باز به پیامبرش دستور میده خداوند که به سمت سبیل پروردگارت دعوت کن. این سبیل الله دوباره میشه همین ولایت که پیامبر در 23 سال پیامبری خودش جای و لحظه به لحظه از ولایت حضرت علی صحبت کردیم که فقط مختص قدیر نیست، هر لحظه و هر جا از این سبیل نورانی و از این صراط مستقیم پرده برداشت و همه خاص و عام این رو ابلاغ فرمود. باز خداوند می‌فرماید که دعوت کن به سمت این سبیل با حکمت و موعظه و به نیکویی و با اینها جدال نکن، با اینها نرم صحبت کن، شاید قبول کنن. و خدای تو به کسانی که از راه خودش، یعنی راه ولایت خودش که توسط این وجودهای مقدس این ولایت طراحی شده، خداوند به کسانی که از این مسیر گمراه هستن آگاه. و این عاقبتم فعاقبوا بمثله ولئن صبرتم. و خداوند میگه کسایی که ظلم کردن رو عقوبت کنید، انشان مال زمانیه که دیگه بتونن جبران کنن و اگر صبر کنید بهتر است. این آیه احتمالاً دیگه زمان خودش تفسیر میشه. بعد خداوند به پیامبر میفرماید که صبر کن و صبر تو جز با قوتی و نیرویی که خدا بهت میده نیست، اندوهگین نباش و از اون چی که اینها مکر میکنن در قضیه ولایت در ضیق و تنگی قرار مگیر. این آزمایش الهیه. خدا با کسایی که تقوا پیشه کنن و کسایی که میخوان نیکو باشند و نیکوکاری کنند، خداوند اونها رو ضایع نمیکنه حقشون رو، گرچه ولایت ظاهری در دست حکام جوره ولی خداوند جبران خواهد کرد. بله، این پایان سوره بود و می‌بینیم تمام سوره از اون آیه 81 شروع کردیم تا اینجا همش یک موضوع بود و موضوع این که نعمت‌های خدا رو ما باید قدر بدونیم و نعمت‌ها اون چیزی نیست که ما ساده انگاری کنیم بگیم رزق و روزی ما هست. نعمت‌ها یک سطح بالایی است. عنایت خدا به ماست، یعنی قرار دادن یک سرپرست، یک حامی که ما رو در فضای معنوی و فضای ماورایی حفظ میکنند بلاها و هنوز هم همین برقراره. یعنی کسایی هم که حتی ایمان ندارن دارن حفظ میشن، حالا به مراتب داره، یکی مرتبه کم یکی مرتبه زیاد که باز در موقع خودش انشالله اینها رو کامل توضیح میدیم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. خدا نگهدارتون.